خب لالا جان چی خواهش داری از ما، از دوستا؟ چی کار کردم میتونی که هر کاری که شما سلام میدونی ما قبول دارم. دیگه یک کاری کنین که خدا خوش باشه، مردم خوش باشه، ما خوش باشیم، خودتان خوش باشه. هر کاری که سلام میدونین ما هیچ کار هستیم. کل برکت از دوستاست که حمایت میکنن. خدا خیرشان بده. ما همیشه دعا میکنیم برش. مادرم همیشه آباد باشه. مادرم دعا میکنه بسیار زیاد. میگم هر کسی که است فقط میگه بگویش که دعا دارم. خلاص خدا اجرش بده. دوستایی هستن که وطن دوست هستن، بشر دوست هستن، کامیاب باشن و ما را حمایت میکنه. ما با شما رسیدگی میکنیم. کامیاب باشن. میگم سرفراز هم سربلند همیشه باشن. همیشه چی کار را کردن میتونی که شوقت باشه؟ همین کارم به شوق نمیشه. شوق حالا کار چی بگیم؟ حالا چی کار؟ کدام کار پیش برده میتونی که ما اونمو کار سرش فکر کنیم، برای جور کنیم تا تو مادرکت یک لقمنان از او پیدا کنین، هم ما را دعا کنین، هم دوستای عزیز را دعا کنین. خلاص ما اینمه قطع کار داریم. فقط یک کار چی بگویم؟ خدا مهربان است. روزیراتان خداوند. الله خدا مهربان است. چرا نیست؟ خدای پاک است. خدای پاک گفت تو حرکت ما برکت. با خدا دست خالی میرم. با اونم 100 1 نیم ساعت که پیدا میکنم خرج خانه میشه. دیگه اونم شکر میکشیم که بازم نیست دیگه زیبات نمیشه، گرمی شد. ولی شما تک تنها در خانه هستین؟ یک ما مادرم هستیم. ما مادرم هستیم. یک چند روز میشه که می بیادرم کدام یک خانه اتاق دم بالا بوده. وکیل منطقه امورم آورد جای داد. اونجا خیرت به خاطر که دور بود امیرم ولی نمیکنن دیگه. زنای بیادرها را خویش نیست. بیا خیر باشه دوستان عزیز، شما گذاشتید دوست ما رو ببینین که همکارای عزیز ما کدش برنامه داشته و سخنایش بشنوین که مشکل اساسی زیده کجا بود، چیزشان نصف حال گفت، چیزشان در گذاشتهش ببینین تا آخری برنامه ما را همراهی بکنین. همین روزگار زندگی را خانه آمده سرم خب دیگه نمی واده بود این روز بته میشه. من نتونستم پیدا کنم. چرا کار خراب نمیکنم؟ فقط از اولاد روز بروی بازار پیدا میکنم. شد نشد. این شب وادهش بود رفتم. این شب مرا پیسه را نداد مرا پاسل در پشت دروازه. من بیادر هستم. مرا که مادرم تنها ایلا کرد. تو را که مادرت ایلا کرد. چند کرای خانه میدی؟ 2 نیم از امشب وقتی که گفتی رفتم کرا وادهش بود پیدا نتونستی چی کردن؟ هیچ دیگه صبحگی هم تو وقت نمازا را که خواندیم برامدم دیگه هیچ کس نامد که بگه چی گفت چی گفت. مادرک از مجبوری خانه بیادرم دروازه که از اولی بود قلف انداختن. چرا خودت خواستی که مادرت نگاه کنی؟ به خاطر که زنای بیادرم نمیخواست مادرم نگاه کنم. وقت برام میخواستن که هر کدامش چندین دفعه کشیده از خانه. تو میفهمی که یا روز خوبی را خواد دیدن؟ نه همیشه. حتی یک روز بیادر کلانم آمد مرا گفتی کونگری را گفت ببر از خانه. دیگه همیشه که یادم نه دیگه الان دلم میکفه. تو فکر که بیادر مادر بگه که بلیا از خدا و قرآن کونگری را ببر بیرون بکش. کتیت کرده با صد مشکل یا تو امروز او را از خانه فکر که چندین دفعه من نبودیم همی کار کرده. احتیاج مردم نشم. چی برد کنیم مثلا؟ کمک کنه کدام که برد از می حالت کجات پیدا شب و روز در پشت دروازه چرا خم شوم فیصله از کار نیست. دلم کرد با خدا دل بیانه به آیت که زیر موتر خدا بیانه بکنه ولی مادر بیاده به باز بشه خیجه کارش ولی نمیکنم دارم فعلا باشم که مادر بده بیست رنگ ادامه کنم. کل کار به خاطر مادرت میکنی؟ دیگه به خاطر شکم میکنم. شکم ما منان پیدا میکنم. درجه تو کنم. درجه تو بیچه صافیه چطور کنم. میرم در وقت نماز تو نان میبرم
نماز گفتن نمی‌کنم. انقدر وقت نماز می‌برم. این مادر. به 100% تا میتونستم برم ایران هر چه میتونستم ولی به خاطر مادرم گفتم دیروز خدا زیر موتر میکردم من مادرم یادم اومد باز گفتم هم ولد سرش میارن احتیاج بچه‌ها میشه باز از خانه میکرد کجا برم یک ولد کسی هست که من هست. همکاران ما برای کمک کردن به این جوان و مادرش خواستند تا زمینه کار را به این جوان فراهم بکنند، اما در زمان وعده شده برای دریافت کمک به محل حاضر نگردید و ما در جستجوی این جوان و خانوادهش هستیم تا او و مادرش را از رنج این روزگار نجات بدهیم. خب دوستان عزیز رفتیم سر چوک هم گشتیم بای بازی سر چوک هم کردیم چطور میشه و چنان میشه دیگه خواستیم یک کراچی را برش خریداری کنیم. دوست ما یک کراچی یک داره انشاءالله تسلیمش میکنه و قیمتش هم واضح شد 6000 افغانی. خدا خیرش بده مراحت کردن گفتن شما کمک میکنین ما یک کار خیر است یک کم سهم میگیرم داشت. این لالا این دیگه که کراچیگه که بخیر همه تو رایت و رایت کدام پیچ اگه در خطایی از پیشت خطا خورده نزدی تو کاروبار تا شما خود کراچی را بخشش تسلیم کنم باز مانا فقط بیا ببرش دیگه مشکلی نیست بیا ببرش چی خوگه میال تسلیمش کو دیگه آماده اگه یگان پیچ میچکش مونده خوب تایت برش جورش کو که آدم کار کرده بتانه سر صحیح مشکلی نیست. خیر ببینی لالا تو خدا خیر خب دوستان عزیز پیاز و کچالو رو خریداری کردیم و تسلیم زی دوست میکنیم در کراچی برش کراچی شام رسیده آمدیم چار بازار هم که ما یک جای دیدین دیگه همین سودا خریدن و بازار رفتن یک لذت داره. امیدوار هستم که لذت هم که ما یک جای شما برده باشین و تا آخرین برنامه ما را همراهی کنیم که کاکای ماسی دیگه لالای ما را رسخت کنیم و برای پشتکار خود که یک لقمانان حلال پیدا کنه. نه بچه خیر رو بنا نمه که کمک دست شد کرد. والا که دی شرایط هیچ کس بدرد کسی والا که بدر کس تو خودم محکم میگی جور کو ایرا برات میگم. باز دیگر روز ما پرسان تا میکنم باید از این آدم سودا بخری. از هر جایی که میخری سودایی که به خاطر که دکاندار هر جای فایدهش باشه اونجا سودا میخره. از هر جایی که میخری بخر مگرم کار تا روان نگاه کو که مو مادره که یک لقمانان حلال پیدا کنه و برش برسد تو هم تکلیف بکشی ای که دوستا و عزیزا و وطنای عزیز ما را تو را به مو قدری که به مادرت میتی به خودت داده دیگه ایره یک موقع اساس بدان و ازش استفاده کو کارت رونق بده که آینده تو هم خوب باشه و یک سرمایه‌گاه که متوسط هم باشه ان شاء الله. خیر هم دعاگوی ما باشی هم دعاگوی وطندارای عزیز ما که اصل مستحق دعا اونا هست. اصل ما شما هم هستین ما هم باز اصل ما هست. مادرم با خدا امروز که شنیده دعا کرده قربانتون بخیر باشه بار کنیم بار
لالاگا که اینی را یک ترازوگک برات میخری، اینی را از طرف دوستا یک پلاستیک ملاستیک و یگان چیزکا پاک سترک و کارک تا جور کو که رونق کنه، کل چیزت مکمل شد. تا بالا که همه تو مادر تا در بغل نگاه کردی ایمت کردی، این ای سرمایگه کن برات شد، ایمت کو کار کو که روزانه اگر یک خلطه پیاز یا کچالو برات اضافه شوه، در کارت اضافه بسازی. سلوک و کارم برات لالای ما نشان داد که همیجا کاریگر است، مشورام دادت دیگه. موفقیت برات میخوایم، به کارت ادامه بده، خوش خندان باشی. این کار ما چه شک روزگی نیست که بگیم ما 10 روز سرمایه ما 20000 شود. نه کم کم در باقات در با پایین با 20 با نفر دیده سودا کنی. در باقات 5 روپیشون بگی، 10 روپیشون بگی، 20 روپیشون بگی، تو نه که بازار بگی مسیر بده باقات سودا کنه فایده کنه. کم میخریم کم بخوامش میخریم. هر روز نمی آمده مادر دیگه چیز است. فقط مادره که تا بگو کسی که کمک کرده دعایش کنه و دعا کو به تمام ملت افغانستان، با هموطنان ما، با کسایی که در خارج هستند، دور از وطن هستند، دعا کنه برش و کاره که تا ادامه بده. دوستان عزیز، این بود برنامه ما که تماشا کردین، دیدین. خدا کنه که مورد علاقه تان قرار گرفته باشه. تشکری میکنم باز هم از شما قهرمان هستین که در این وقت زمان به هموطنان عزیز ما کمک میکنین و کمک رسانی میکنین، حس وطن دوستی دارین. خانه تان آباد، در هر جای دنیا باشین آباد باشین و خوش باشین. برنامه رو دیدین، خدا کنه خوشتان آمده باشه. تا برنامه آینده که ما در خدمتتان میایم، الله یار و مددگارتان هر جای باشین، خوش و خندان باشین. خداحافظ، کامیاب باشین. خداحافظ. ما سپاسگزاریم از جناب منان انوری که از لندن مبلغ 9800 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که مبلغ 9000 افغانی پیاز، کچالو و کراچی برای ایجاد شغل به این جوان خریداری گردید. مبلغ 800 افغانی هم نقداً برای این جوان پرداخت گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.